بازار چطورین؟ خیلی خوش اومدید به این ویدیو. تو این ویدیو میخوام یه انیمه عاشقانه احساسی خیلی جذاب بهتون معرفی کنم که واقعا دارم از زندگی خودم حسرت میخورم که تا الان چرا من این انیمه رو ندیدم. همین الان نمیدونم، دارم از خودم پرسم که چرا من این انیمه رو ندیدم. واقعا زندگیم تباه شده. ولی خب اگر این انیمه رو ندیدید و انیمه باز هستین، هر انیمه بازی باید حداقل یک بار این انیمه رو ببینه. درسته انیمه هایی مثل اتک آن تایتان و خیلی انیمه های دیگه خب جذاب هستن، اما میتونم به جرئت بگم این میتونه به راحتی پا به پای اون اتک آن تایتان و ریک اند مورتی و بقیه انیمه ها بیاد بالا. پا به پای همون انیمه و به راحتی. انقدر این انیمه جذابه، یعنی تا این حد بهتون بگم. خب اول یه خلاصه خیلی کوچیک از این انیمه رو بهتون بگم. این انیمه یه انیمه ژاپنی محبوبه که داستانی جذاب و خیره کننده داره. در این انیمه دو نوجوان به نامهای تاکی و میتسه که در دو نقطه زمانی و مکانی متفاوت زندگی میکنن با هم ارتباط برقرار میکنن. میخوام اینو همین الان توی کامنت ها برام بنویسید که تا الان شده که توی شما و یک نفر دیگه توی دو تا نقطه مکانی متفاوت با هم دیگه ارتباط برقرار کنید. همین الان توی کامنت ها بنویسید. یه چیزی هم بهتون بگم، مثلا ویدیو قبل من 25 تا ویو گرفت، اما از این 25 تا ویو کلا 3 تا لایک و 3 تا کامنت داشت. چرا؟ لطفاً لایک کنید ویدیو رو، کامنت بذارید و از من حمایت کنید. خیلی دوستتون دارم. بریم سراغ ادامه خلاصه‌ای کوتاه از این انیمه. تاکی در شهر توکیو زندگی میکنه و در دبیرستان درس میخونه، در حالی که میتسه در روستایی دور افتاده به نام ایتوموری زندگی میکنه. به طریقی عجیب و غریب در طول شبها اونا رویاهای عمده‌ای رو با یکدیگر تجربه میکنن. آنها به صورت تصادفی جایشان رو عوض میکنن و در بدن یکدیگر بیدار میشن. همین الان یه ثانیه تصور کنید که بیدار شدید و میبینید که جنسیتتون عوض شده، توی بدن یک خانم هستید و چی کار میکنید؟ جواب ها شاید واضح باشه ولی خب کاری نداره. چی کار میکنید؟ همین الان تو کامنت ها برام بنویسید. با هر تجربه رویایی تاکی و میتسه از زندگی و تجربه های یکدیگر آگاه میشن. اونا تلاش میکنن تا ارتباط خودشون رو شناسایی کنن و راز این پدیده عجیب رو کشف کنن. در این مسیر آنها با چالش ها و موانعی مواجه میشن که اونها رو به سوی یکدیگر سوق میده. در طول این سفر تاکی و میتسه به تدریج به یکدیگر علاقه‌مند میشن و تلاش میکنن تا ارتباطشون رو توی دنیای واقعی برقرار کنن. اونها در این ارتباط بین زمان و فاصله جغرافیایی قرار دارن و عشق و روحشون توانایی اتحاد و اتصال رو داره. ببینید اگه بخوام توضیح بدم این انیمه رو یکم سخته، چون که توی نگاه اول شاید انیمه پیچیده‌ای به نظر بیاد، اما واقعا اینطوری نیست. این انیمه خیلی جذابه، باید ببینید خودتون تا متوجه بشید که چی دارم میگم. و انیمه اونقدرام پیچیده نیست که الان شما فهم میکنید. خب شاید مثلا نشه خیلی خوب توضیح داد که شما خیلی خوب متوجه شدید، اما انیمه واقعا ساده است، خیلی خفنه. یه داستان عاشقانه ماجراجویانه و احساسی. سه تا ژانری که من خیلی خوشم میاد ازشون و یا حتی هر کس دیگه، هر نوجوان دیگه که مثلا بالای 13 14 15 سال داشته باشه متوجه میشه. شاید مثلا این سه تا ژانر وقتی که اینا با هم دیگه ترکیب میشن میشه یه داستان خیلی بمب. یه انیمه‌ای که دوست داری وقتی که حالا مثلا مدرسه میای بشینی این انیمه رو ببینی و خستگی از سنت در میاد. یعنی این میگن انیمه که این کار برات بکنه. و با ترکیبی از زیبایی‌های تصویری و موسیقی زیبا تماشاگران رو درگیر میکنه. این انیمه با پیچیدگی‌های زمانی و عشقی بین دو شخصیت اصلی در دل ماجراها پیوندهای قدرتمند و تلاش برای پیدا کردن یکدیگر میکنند. این یک داستان تکان دهنده و فراموش نشدنیه که حتما باید ببینیدش. توی اینجور داستانا، توی یه داستان اینطوری آدم دوست نداره که انیمه سریع تمام بشه، دوست داره مثلا ببینه ادامه‌اش چی میشه. و این انیمه از اونجایی که پتانسیلش رو داره، انیمه نسبتاً طولانیه. یعنی از این انیمه ها نیست که الکی مثلا تا 10 فصل کشش بدن. اصلا هم هیچ، حالا انیمه که نیست اون سریاله، ولی خب اصلا هم هیچ چی میگن، هیچ اشاره‌ای نمی‌کنم به اون انیمه. اون چیز سریال زامبیه بود تا 11 فصل کشش دادن. اصلاش چی بود؟ یادم نمیاد، ولی خب دیگه مردگان متحرک 11 فصل آخه اونو کش دادن. یعنی قشنگ میشد تو 4 فصل
اینو جمع کرد. خیلی خوشگل بود. دیگه الکی می‌خواستن یعنی بدوشن قشنگی محتوا رو. اما این انیمه نه اونقدر الکی طولانیه، نه اونقدر مثلا کمه، یه چیز خیلی عالی. یا شما میتونید مثلا وقتی هم مدرسه برمیگردی خسته کوفته، معلم 1000 تا چیز گفته، بیا بشین این انیمه رو ببینی. یعنی انقدر انیمه جذابه. این که میگه زیبایی‌های تصویری، حالا من توی یوتیوب میذارم ولی خب 3 ثانیه بیشتر نمیتونم بذارم چون که کپی رایت میخوره ویدیوم. توی یوتیوب یه 3 ثانیه براتون میذارم ببینید که آقا چقدر از لحاظ گرافیکی جذاب این انیمه، واقعا از لحاظ نورپردازی و اینا خیلی جذابه. یعنی من وقتی میخوام یه انیمه رو اینجا معرفی کنم یه فیلتراسیونی برای خودم دارم دیگه، اون انیمه باید از اون فیلتر من رد بشه بعد بیاد توی ویدیو و به شما معرفی بکنم. این انیمه به راحتی از لحاظ گرافیکی از فیلتر من رد میشه چون که به شدت داستان جذابی داره. اگه بخوام خوبیای این انیمه رو بگم که ویدیو یه 20-30 ساعتی طول میکشه قطعا، ولی خب اگر بخوام از خوبیاش بگم یه داستان جذاب. داستان این انیمه بسیار جذاب و پرهیجان است. روایت داستان به شکلی منسجم و با جزئیات دقیق صورت گرفته است که تمامی تیره‌ها و نقاط مبهم به خوبی روشن شده است. میگم یعنی همون جزئیات و نکاته که یه انیمه رو خیلی خفن میکنه. ترکیب ژانرها، این انیمه تونسته با ترکیب ژانرهای عاشقانه، درام، فانتزی و علمی تخیلی که من به چند تاشون نپرداختم، تونسته یه تصویرسازی خیلی جذاب و منحصر به فرد رو نشون بده که یعنی از یک انیمه تمام چیزی که میخوای، از یک انیمه عاشقانه، از یک انیمه احساسی، تمام چیزی که میخوای رو توی این انیمه میتونی پیدا کنی. واقعا دیگه زیاده خواهی مگر رو خواهی بکنی که به این انیمه بگی بد. یعنی اگر یک نفر این انیمه رو ببینه، از این ژانرهایی که نام بردم خوشش بیاد و انیمه رو دوست نداشته باشه بگه چرته، اون آدم مشکل داره از لحاظ ذهنی به خدا. یعنی اصلا مگه میشه این انیمه رو یکی خوشش نیاد؟ یه موسیقی فوق‌العاده داره، واقعا موسیقیاش خیلی خوبه. پیام‌هایی که توی انیمه به صورت مداوم ما می‌بینیم خیلی خفنه. شخصیت‌های جذابی داره، واقعا شخصیت جذابی داره. من قسمت اول این انیمه رو دیدم و اینطوری شروع می‌شد، اسپویل نمی‌کنم، اما اینطوری شروع می‌شد که مثلا یک پسر میومد توی فضای بارونی خیلی جذاب، توی فضای رمانتیک، یک چتری رو میداد به یه دختری که زیر اون فضا بود اما مثلا چتر نداشت و داشت قسم میشد. مثلا یکم از قسمت اولش بود. این دیگه داره نهایتش رو نشون میده. تازه فکر کنید این فضا با یه موسیقی یه مقدار غمگین خفن ترکیب میشه و یه فضای جذاب رو ما میده که ما همین فضا رو نیاز داریم. دیگه همین بود دیگه. در مجموع میتونم بگم یه انیمه فوق‌العاده است که با داشتن داستان جذاب، طراحی زیبا، موسیقی فوق‌العاده، پیام‌های قوی، تونسته جایگاه خودش رو توی صنعت انیمه به شدت به دست بیاره، به شدت. و خیلی خفنه دیگه اسم انیمه و اینکه این انیمه چه جوریه و یکم توضیحات بیشتر توی دیسکریپشن هست. حتما دیسکریپشن رو ببینید و استفاده کنید. حالا یه سوالی که میمونه توی هر انیمه‌ای اینه که این انیمه محدودیت سنی داره یا نه؟ این انیمه محدودیت سنی داره یا نه؟ ببینید انیمه محدودیت سنی خاصی نداره، به طور کلی برای همه سنین مناسبه. با این حال برخی از صحنه‌ها و موضوعات ممکنه برای کودکان چرا نمیتونم بخونم امروز برای کودکان کوچکتر یا برخی از والدین قابل فهم نباشه. بنابراین توصیه میکنم که قبل از تماشای این انیمه دستورالعمل‌های سنی پیشنهاد شده رو مورد بررسی قرار بدید که توی خود انیمه رو که وقتی میخواید ببینید توی تیزر اولیه فیلم و توی دیسکریپشن احتمالاً باید نوشته شده باشه. من چند تا از نقد و بررسی های این انیمه رو دیدم و خدا رو شکر تمام نظرات مثبت بود. یعنی نظر منفی تک و توک پیدا میشد. رتبهش رو توی IMDb اینجا براتون میذارم که چه رتبه‌ای گرفته، اما مطمئنم خیلی